سلام به همه دوستان عزیز. امروز با یه موضوع خیلی جالب و آموزنده در خدمتتون هستیم. قراره درباره تفاوت‌های بین کدنویسی یک برنامه‌نویس جونیور و یک برنامه‌نویس سenior صحبت کنیم و ببینیم این دو تا گروه چطور با چالش‌های مختلف مواجه میشن. جونیورها معمولا تازه وارد دنیای برنامه‌نویسی شدن دیگه و در حال یادگیری اصول اولیه و کار هستن. اونا سعی میکنن که مشکلات رو حل کنن، اما گاهی اوقات ممکنه کداشون طولانی تر و پیچیده تر از چیزی که باید باشه. مثلا ممکن از حلقه های ساده و شرط های ابتدایی استفاده کنن و برای هر چیزی توضیح بنویسن تا مطمئن بشن که چیزی رو فراموش نمی کنن. این کامنت ها برای درک بهتر کدها به خودشون و دیگران کمک میکنه، اما شاید باعث بشه که کدشون کمی شلوغ به نظر برسه. از اون طرف سنیورها که سالها تجربه دارن به خوبی میتونن که چطور باید با مشکلات مختلف برخورد کنن. اونا از تکنیک های پیشرفته تری استفاده میکنن و کدی که مینویسن نه تنها کوتاه‌تر و تمیزتره بلکه بهینه هم هستش دیگه. انصافا معمولا از الگوهای طراحی، دیزاین پترنز و ابزارهای تست و خطایابی به بهترین شکل استفاده میکنن تا مطمئن بشن که کدشون باگ نداره و به درستی کار میکنه. تفاوتی که بین جونیورها و سنیورها وجود داره فقط در دانش فنیشون نیستش، بلکه در نحوه فکر کردن به مسائل و راه حل‌ها هم هستش. جونیورها معمولا بیشتر وقتاشون رو صرف پیدا کردن راه‌های اولیه میکنن، در حالی که سنیورها به دنبال راه حل‌هایی هستن که در بلند مدت بهتر عمل کنه و کمتر نیاز به تغییر داشته باشه. همونطور که توی این تصویر میبینین، سمت چپ نمونه از کد جونیور که شاید ساده تر و با توضیحات بیشتری نوشته شده، ولی سمت راست کد یه سنیور رو میبینین که به خیلی بهینه تر و حرفه‌ای تره. این فقط یه مثال از خیلی چیزهایی هست که با تجربه و تمرین به دست میادش. در نهایت مهم اینه که همه ما از یه جای شروع کردیم و این مسیر یادگیری رو طی می‌کنیم. اگر شما هم تازه کار هستین نگران نباشین. آره، با تمرین و تجربه شما هم میتونین به یه سنیور تبدیل بشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. اگر سوالی یا تجربه‌ای که میخواید به ما اشتراک بذارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از کانال ما رو دنبال کنید. تا ویدیو بعدی موفق باشید.